اکای صد یک سوال. Sure. First of all, I want to know how. چگونه؟ تکنولوژی هم قدر پیش نرفته است که مثل که سرود یا که ایردراپ یا بلوتوث من دانش خود رو برای تو پارت اف تایم تو رفتیم مثلا خرود با زبان انگلیسی چی میشه؟ خرود میشه. یعنی بر عوض چی شما کار میکنید؟ در اون حالت کار تمام. یعنی برای یک تاجر مهم نیست که گراماتیک زبان انگلیسی رو داند؟ نه. گیم زیدی گراماتیک آموزی بودم. یعنی اکثریت مردم برای چی زبان رو از خود میکنند وقتی که سر میکنند از روز اول از آموختن گراماتیک شروع میکنند. این به نهایت یک خطای کلان است. اما برمیگردیم به سوال شما که راه آسان هست، راه آسان نیست. با خیرت باشه تا با بهترین ها باشه. آدم هایی که شبیه خودشان هستند خیلی شاد هستند و از دیگران شادتر زندگی میکنند. سلام دوستان عزیز، من احسان رضا هستم و به نهایت شدم چون برای شما هستم، شما را دارم و از آن که خودم را برای شما میبینم خیلی خوشحالم. امروز همصحبت ما هستن یک نفر بلاگر آموزگار، معلم زبان انگلیسی، مؤلفی لایحه زبان آموز، سعدی طاهرزاده. سلام، خوش آمدید. سلام، سلامت باشید. خب فرصت داره تا با مخلصانتان، با شاگردانتان ملاقات کنید؟ کوتاه. سلامت باشید. سلام علیکم بینندگان عزیز. تشکر زیاد برای دعوت. امیدوارم که یک صحبتی به نهایت خوب میشود، هم به نفع ما هم به نفع تماشابینان و هر گونه سوالی که دارید از من آزادانه پرسیدن گیرید. هر چیزی که هست جواب میگردونیم تا اینکه یک صحبتی خوب شود برای بیننده. خیلی خوب. اکای صد یک سوال. چی سوال؟ عادتاً با همین عنوان نوارهای شما در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دور میزنند و خیلی محبوبیت و بیننده زیادی هم داره. یعنی شما رو با همین عنوان میشناسن. اما من یک چند سوال دارم. I have some question for you. Several questions. Several. May I ask? Sure. First of all, I want to know how. چگونه شما راه یافتید؟ چگونه شما اومدید تا به این جا که امروز شما رو صدها هزار نفر پیگیری میکند و مطلب شما رو میخواند و شما رو درسی شما رو گوش میکند و how is it؟ فکر میکنم این دو سبب دارد. یکم سبب این پای در همی است. پای در همی دادن همون نوارگذاری و درس کردن و با سوال های مردم جواب دادن و دوم این گوش کردن با اون چی که مردم میخواهند. چی میخواهند؟ بله. هر گونه سوالی که میدهند، هر چیزی که از ما طلب میکنند با آنها بگیم در موافقت درس تشکیل کردن بگیم با این مرتبه به این جامعه رو آورده رسان. زیرا هر چی که ما میکنیم برای مردم است، هر چی که ما میکنیم برای خواننده هست، برای زبان آموزان هستند و حتما که ما باید از اون طرف هم گوش کنیم، از اون طرف هم مسئولیت گیریم، یک فیدبک یا یک اون جواب از اون طرف باشد برای ما که برای آنها ما کار میکنیم. زبان که ما خودمون میدونیم، هر درسی که میکنیم برای ما نیست. کسی که زبان رو میدوند این درس‌های ما برای آنها نیست. کسی که میآموزد برای آنها است. برای همین با سوال‌های آنها جواب دادن این یک سبب و بگیم پای در همی، یعنی نایستادن، بس نکردن، دست نکشیدن از درس‌ها، این دو سبب داره که تو امروز تو صحبت شما اومدیم. بله، تصور کنید که شما وقتی که در یک اودیتوریا درس میگید، شما همگی برای 20 نفر یا 20 چند نفر درس میگید و همگی شما رو 20 چند نفر گوش میکنند و اما وقتی که شما نواری شما به اینترنت راه مییابد، در فضای مجازی دور میزند، میلیون ها نفر امکان دارن که درس شما رو گوش کنند یا مثلا بهره برن از حرف شما، از گپ شما. خب این ایده از کجا پیدا شد؟ ایده از دور دانشجویی بود. از حسابی که ما مشکلی داشتیم با موادهای تعلیمی، من خواستم که همین موادهای تعلیمی با زبانی ساده با همکورسان خود و دیگران فهمونم و در همون زمان نیست من خودم تماشا میکردم از بلاگران روز، از معلمان روز که مثال موسیقی رو تحلیل میکردن، فیلم رو تحلیل میکردن، میفهموندن. ایده از همونجا پیدا شد و آهسته آهسته امکانیت که شد گرفتیم و استفاده بردیم. ضروریت آموزش زبان انگلیسی را یا اینکه مهمیت آموزش زبان انگلیسی را در چی میبینید و چرا ما باید زبان انگلیسی را خوب دانیم یا در مجموع زبانهای خارجی را آموزیم؟ چرا؟ تشکر زیاد برای سوال به نهایت سوال مشهور است. اکثریت این سوال را از ما میپرسند.
مهمیت زبان انگلیسی اگر ما ساعت‌ها گپ زنیم کم است، به نهایت مهم است و نظر به 10 سال پیش که یک شخص با زبان انگلیسی گپ میزد، ما اگر 10 سال پیش اون کس با زبان انگلیسی گپ میزد میگفتند واو انگلیسی صحبت میکنند، یک چند زبان میدوند. و امروز کسی که با روسی و انگلیسی گپ میزند این یک چیز عادی است. انگلیسی را میدوند یعنی یک گویم مهارتی الهی حساب میشود. این انگلیسی را میدوند نمیدوند و فکر میکنم که بعد از 10 سال نه 5 سال یا 3 سال اخیر آینده کسی که انگلیسی رو نمیدوند این عیب میشود. اوکی. در یکی از آمارهاتون شما گفتید که دانستن زبان انگلیسی یا آموختن زبان انگلیسی مثل برآمدن به کوه است. و اما تا کجا امروز دانشجویان یا اینکه شاگردان تا امروز دانش پسند و مشکل ناپسندند؟ تا کلا میبرایند؟ بله هستند. آنهایی که تا کلا میبرند هستند، آنهایی که تو یک قوله با خودشون موافق میبرایند. یعنی نه همه شاگردان بیم سطحی گویم نمو ششمی انگلیسی که 6 ساعت دارد، نه همه برای ششم تلاش میکنند، نه همه برای پنجم تلاش میکنند. لیکن من میبینم که آنها کوشش دارند. مثلا یکی از شاگردان ما از مرکز آموزشی ما در شهر کولاب که در آنجا تحصیل میکند، به نهایت بچه فعال است. در مدت 1 سالی که در آنجا تحصیل میکند، از روزهای اولی که شده شدن مرکز با ما است و وقتهای اخیر با من با کلی با زبان انگلیسی صحبت میکند. زبان انگلیسیش به نهایت خوب شده است و میگوید که من تلاش دارم برای آن همون سرتیفیکاتی بین المللی گرفتن و تلاش دارم برای در خارج تحصیل کردن. این تلاش به نهایت بسیار دارد. در همون برنامه‌ای که ما ساختیم واژه‌آموز عین حال دوم شخصی هست که فعالترین در ریتینگ، یعنی دوم شخص است. دیروز ما ریتینگ رو برآوردیم. خودش برای من که من باید یکم شوم. یعنی تلاش به نهایت بسیار دارد. و هستند چگونه که گفتیم هستند بچه‌هایی که مثلا دارن همون سطح لازمه خود زبان رو می‌آموزند و بعداً باز با کارهای خود. خیلی از ما میپرسند که راهی آسان از خود کردن زبان کدام است؟ یعنی که از خود شما هم میپرسند که چگونه زبان رو تیز یاد کنیم، ولی میخواهند که زود یاد گیرند. آیا واقعا راه وجود دارد که ما در فرصتی کوتاه توانیم زبان انگلیسی رو یاد گیریم، از خود کنیم؟ آیا همین راه وجود دارد؟ پیش از آنکه به این سوال جواب بدهم یک بگیم حکایه رو برای شما نقل میکنم. یعنی معلمان روس یک چند سال پیش یک تجربه گذراندند از حساب آنه که عین حال ساحه مارکتینگی فروش کورس ها به نهایت وعده های هوایی میدهند. در 3 ماه با شما زبان رو می‌آموزیم، در 6 ماه می‌آموزیم، در 2 ماه می‌آموزیم، دیگر چیزا. آنها گفتند که بیاین همین رو میسنجیم که همین وعده آنها تا کجا درست است. و در گفت آنها هم وعده کردند که در 3 ماه ما زبان انگلیسی رو برای شما می‌آموزیم، آزادانه صحبت میکنید. و برای این گفتن که برای ما اختیاری در کار است، نه والانتری در کار است که هر چیزی که ما میگیم همون رو میکنن. گیم کارگری که نه که من 2 ساعت وقت دارم میام درس میخونم بعداً کار میکنم، نه. برای ما 10 نفر در کار که هر چیزی که ما گویم همون رو میکند و ما در نوبت خود وعده میکنیم که در 3 ماه میآموزم. و انا همین 10 نفر رو گرفتن تماما بردن یک دولتی که همون زبان انگلیسی میگن، یعنی با اروپا بردن تا ابد تا نصف روزی با اونها درس میگفتن 4 ساعت. بعد از نصف روزی با شهر میفرستادن تا اینکه با مردم صحبت کنن، هر چیزی که مثلا نیاز دارد و میپرسن. هیچ کس با زبان مادری آنها صحبت نمیکرد. یعنی هر روز معلم ها هم خارجی، بیرون هم خارجی، انا همون محیط همه انگلیسی بود. بله. در مدت 3 ماه برگردونده آوردند، با دل خواه کسی که صحبت کردن آزادانه صحبت میکردن. اوید کدام موضوعی که نباشه صحبت میکردن. یعنی شما به این باورید که ما خلان در سطح گفتگویی صحبت کنیم ما باید یک محیطی تماما خارجی داشته باشیم؟ بله، باید خارجی رویم. ما باید خارجی رویم. اگر خارجی رفتن نتونیم ما میتونیم آن همون محیطی صنعی سازیم برای خود. سر کرده از همون گوشه تلفنی که مثال دارم اون رو با زبان انگلیسی میکنیم، فیلم هایی که تماشا میکنیم با زبان انگلیسی میشود، موسیقی هایی که گوش میکنیم با زبان انگلیسی میشود، مواد هایی که مثال میخونیم باید زبان انگلیسی باشن. یعنی تو چی درجه‌ای که ما میتونیم همون قدر ما باید محیطی صنعی سازیم. راه آسان آموزش نیست. بعضا عمل هایی هستن که کار را زودتر میکنند، لیکن راه آسان گفتن گپ نیست. یعنی آسان مردم چی را در نظر دارد؟ من در 3 ماه گپ زنم، من در 2 ماه گپ زنم.
аксаран барои мо менависанд ки ман грин карта бурдам фарз кардем ва баъди 2 моҳ бояд ба амрико равам. Ман бояд дар 2 моҳ ба ман дарс диҳ, маблағаш мушкилӣ нест, проблема нест, лекин ман бояд гап занам. технология он қадар пеш нарафтааст ки мисли ки суруд ё ки airdrop ё bluetooth ман дониши худро барои ту партофтам, ту рафти. Мақсад забон ин як чизе ҳаст ки шумо бояд меҳнат кунед. Ҳар як калимае ки мешавад шумо бояд онро аз ёд кунед. чӣ гуне ки шеър аз ёд мекунем, ғазали 100 мисра гав дигар со мо чишта соатҳо сарф мекунем, рӯзҳо сарф мекунем, аз ёд мекунем. Забон ҳам ҳамин аст. Ҳар як чизе ки шумо мегӯед адван бояд вай аввал аз ёд шавад, дар майнаи шумо ҷо шавад, баъдан вай меборад. Яъне мо ба воситаи гӯшу чашм онро ворид мекунем, яъне мехонем, мешунавем, баъдан аз даҳон меборад. Вай роҳи осон нест. ҳаст баъзан методология, баъзан маводҳои хубтару беҳтар, баъзан муаллимоне ки дар таҷруба дарс медиҳанд, практика мекунанд, корро осонтар мекунанд. خب برای کار رو آسان کردن، یعنی برای آسان زبان آموزی کردن چی توصیه میده؟ تماشای فیلم یا من نمیدونم خوندن کتاب یا گوش کردن یا موسیقی؟ حتما درس گیرند و با 1 ساعتی که درس میگیرند خانه نکنند، بس 1 ساعت زیادتر خودشون درس تیار کنند. بعداً چگونه که گفتم اما تو چی درجه که میتونن محیط صنعی تشکیل کردن اون محیط رو تشکیل کنن. یعنی اگر یک فیلم رو دیدند 1 بار 2 بار 3 بار با زبان روسی یا تاجیکی میتونن همون فیلم رو با زبان انگلیسی یک بار دیگر تماشا کنن. از هر یک فیلمی که مثلا تماشا میکنن 2 کلمه 3 کلمه این هم یک نتیجه میشود. حداقل گویم شنوایی آنها بهتر و خوبتر میشود. یعنی حتما به درس نمیشود. بعضن ها میگویند که من وقت ندارم، برای من یک نقشه خودآموزی میکنند. برای نفرایی که خودآموزی یک سطح معین دارد. شما باید یک مدت معین درس گیرید، یک زینه معین برایت، بعدا میتوانید خودآموزی کنید. خب اون درجه ابتدایی رو که ما در مکتب گرفتیم، در دانشگاه هم قسمی از آن رو گرفتیم. یعنی نیاز نیست که ما دوباره از ابتدا یا اینکه از ته کورسی سر کنیم. در اون حالت میشود که ما خودآموزی کنیم. حتما میشود. بله هستند کتاب‌هایی که برای خودآموزی نوشته شدن، هستند ویدیو نوارهایی که برای خودآموزی نوشته شدن. مثلا با ویدیوهای من هم میشود آموخته زبان انگلیسی رو، لیکن دلخواه گیم آموزگاری آنلاینی که هست گیم درس میکند اونها پای در همی نیستند. یعنی درس ها یک روز اویدی رستوران است، یک روز یک کلمه دیگر است، یک روز یک کلمه دیگر، اونها از هر کجا هستند. یعنی برنامه پای در هم نیست. برای همین درس گرفتن یا که یک کتاب رو خوندن این است میگیم پای در همی. شخصی که خودآموزی میکند و میتواند همون کتاب‌های آمریکایی هست با مانند انگلیش فایل یا که هدوی با اونها میتواند خودآموزی کند. مشکل است لیکن گویم اگر یک سطح لازمه داشته باشد در اون کتاب هم آدیوش هست، هم در پشت کتاب همون گراماتیک ساده کرده فهموده شده است. سو میتونه خودآموزی کنه، لیکن مشکل میشه. البته که استاد لازم است. راهنما لازم است. نفری لازم است که ما را 100% برای که در زبان انگلیسی هست فرض کردیم کلمه‌ای که قاعده‌ای که نوشته میشود و این قاعده رو تو از خود میکنی و بعد از 1 صفحه همون قاعده میاد در اینجا میگه که این قاعده کار نمیکنه. بله. در اینجا ما میتونیم راهبو بزنیم، یعنی برای چی این خلاص برای اینجا همه این سوالا رو دوست داشتم. همین رو میخواستم. عیناً همین رو میخواستم که از شما سوال کنم. یعنی دانستن گراماتیک زبان انگلیسی برای ما چی کمک میکنه؟ مادامی که ما در سطح گفتگویی صحبت کرده میتونیم، ما خارجه میرویم کارمون رو بود میکنیم، گپمون رو میزنیم و میشنویم. یعنی ما مشکل نمیکشیم برای اون که ما در کوچه به قول در کوچه نمیمونیم. یعنی ما گپمون رو گفته میشنویم، ولی گراماتیک برای ما چی کمک میکنه؟ من از دوری دانشجویی گیم این طرف گیم زیدی گراماتیک آموزی بودم. یعنی اکثریت مردم برای چی زبان رو از خود میکنند وقتی که سر میکنند از روز اول از آموختن گراماتیک شروع میکنند. این به نهایت یک خطای کلان است. باید نگاه میکنیم با خودمون. من شما محترم نواربرداران ما چگونه زبان تاجیکی رو آموختیم، زبان مادری رو. یعنی 2 سال فقط گوش کردیم، پدر و مادر گپ زد، برادران گپ زدن، خواهران گپ زدن. ما گوش کردیم، بعد از 2 سال پدر تا آچه اون کلمه شکسته گفتیم، آنها به حال ما نخندند، برعکس گپ زدن، یعنی خرسند شدن. بعدا ما 5 سال دیگر تجربه کردیم، زبان رو گپ زدیم، پر را خوب گپ می‌زدیم. اودی همه ساها در 7 سالگی بعد به مکتب رفتیم. در مکتب هم 4 سال دیگر ما فقط نوشتن و خواندن رو یاد گرفتیم. نوشتیم خوندیم، نوشتیم خوندیم.
بعد از 4 سال دیگه در صنف پنجم بعد یکم درس گراماتیک میگیریم. این خیلی از هوا نیست. یعنی گراماتیک برای ما برای گپ زدن مهم نیست. گراماتیک برای آن همون کارهای بعدی در کار میشه. این وابسته به مقصد میشود که شما چی مقصد دارید. اگر عالم شدن باشید و کتاب نوشتن باشید و برآمد کردن باشید در سطح بین المللی، حتما که این چیز در کار است. یعنی برای یک تاجر مهم نیست که گراماتیک زبان انگلیسی رو داند؟ نه، در قدم های اول مهم نیست. بعضا هست آن همون گراماتیکی که به آن نام میشود، یعنی قاعده های عادی آن همون سه زمان عادی، حاضر، آینده، گذشته، زمان های پرزنت سیمپل، آن همون عادی ها. این گیم چیزی است که این یک قسم انگلیسی است، به این نمیشود. همون ها رو اگر از خود کند این کفایه هست تا یک درجه معینی صحبت کردنش. اگر کارش علمی باشد، کارش نوشتن باشد، ژورنالیست باشد، بیم روزنامه‌نگار که دیگه چیزی که با نوشتن سر و کار داشته باشد یا مکتوب فرستاد، در اینجا حتما در کار میشود گراماتیک. در اینجا حتما در کار میشود و این هم در زینه‌های بالایی میشود. در آنمون 6 زینه‌ای که هست از سیوم بالاتر بعد گراماتیک کمی مهم میشود دونستنش و استفاده بردنش. اینجا یک مسئله دیگر هست آقای سعدی که آموختن 50% کار یا اینکه نیمی کار، ولی فراموش نکردن نیمی دیگر. فراموش کردن این چیزی گویم عادی است. این چیزی هست که حقیقت است. هر یک چیزی که ما تکرار نمی‌کنیم و استفاده نمی‌بریم در معینه سر ما گویم آن همون در پولکاها یا که همون چیزهای پایانی رفته می‌ایستد، یعنی باید تماما فراموش نمی‌شود. لیکن برای آن رو به یاد آوردن ما باید یک کمی دیگر تکان دهیم، معینه خود رو اون رو خونیم از هر یک بار دیگر نشون دهیم که چون این اخبارات در معینه سر ماست. یعنی همه چیز فراموش می‌شود. ما بعضا همسینفونی داریم که 11 سال منها صحبت کردیم و بعد از 10 سال می‌بینیم نامشون رو فراموش می‌کنیم. میگم تو کی بودی؟ برای ما بعد در زبان تاجیکی است که کیجان. وقتی که شخص رو نامشون نمی‌دونیم کیجان یا که دوستی عزیز فقط خیلی میگه. نسبت زبان فراموشی این هم یک چیز عادی است و برای همین تست‌های سرتیفیکات‌های بین‌المللی که هستند تویفل آیلتس اونها هم 2 سال مهلت دارند. یعنی اگر شما حتی 120 بال گیرید از همه بلند 120 بال تویفل گیرید بعد از 2 سال وای ناکار میشود. آقای سعدی ما چیکار کنیم که اون چیزی که ما از خود کردیم فراموش نکنیم؟ تکرار میکنید. همون اگر تکرار کم نکردید صحبت نکردید با دیگران حداقل باید گوش کنید. یعنی یکی از راه‌های استفاده همون زبان رو باید شما قطع نکنید. یعنی وقتی که شما تماما استفاده نمیبرید همه راه‌های استفاده همون زبان قطع میشود. یعنی با زبان ترکی هم من چنین مشکلی دارم. یعنی من یک چند سال پیش با زبان ترکی خوب صحبت میکردم و وقتی که با تاجیکستان من تماما صحبت نکردم و ترکی بگم قریب که فراموش شده است، یک 90% فراموش شده است. یعنی شما میتونید یک فیلم ببینید با همون زبانی که مثلا از خود کردید، انگلیسی باشد، روسی باشد، ترکی باشد، یک فیلم ببینید با اون یا اون مقاله خوانید. یعنی حداقل در یک هفته یک بار باید آن همون چیز باشد. یعنی مناسبت میگیم یک کانتاکت با همون زبان باشد، یک عمل شما اجرا کنید، یعنی تکرار کنید. با این همه نواری که شما در اینترنت میگذارید و اینقدر بیننده دارد و بازنشر میشود و چی میدهد برای شما؟ چی میگیرید؟ یعنی بر عوض چی شما کار میکنید؟ در اول وقتی که من شروع کردم فقط نیتم مواد تاجیکی بسیار کردن بود. یعنی من به خودم میگم که همین میسیه من در همین بلاگینگ تاجیک گویم که در همین ساحه زبان انگلیسی تاجیکی مواد تاجیکی هر چیز زیاد کردن است. حسابی که در دانشگاه با موادهای روسی درس میخوندیم و نه همه میفهمید چگونه که شما گفتین گراماتیک زبان انگلیسی رو که گراماتیک یکی از مشکل ترین ها میشود همون رو با زبان روسی میفهموندن و نه همه میفهمند. برای همین ما بگیم دانشگاه رو ختم میکنه صحبت کردن نمیتواند. این انگیزه بود که شما رو به این کار وادار کرد. بله، اما کاری که شما میکنید برای شما چی میدهد؟ این حال درآمد میدهد. این حال ما درآمد داریم از حسابی که مرکز گشادیم. این حال درآمد دارد حسابی که ما درس‌های فردی میگذرانیم با یک کس نیم کس و کتاب هم چاپ کردیم. درآمد دیگر کمی گویم از کتاب داریم. گیم زندگی از این میرود لیکن 100% نه، برای که من اوزایم در ساحه سیاحی کار میکنم. گیم درآمد اساسی از ساحه سیاحی است لیکن یک کمی درآمد دارد و حالا هم درآمد نوار ثبت میکنید؟ این حال نه. نه.
یعنی همون انگیزه، همون شعله بله که شما گویم رو تکان میدهد و شما باید یک چیز بله برای که نتیجه ثبت کنید. بسیار دیدم. هر یک کاری که شما میکنید احسان جان، شما میدونید که هر یک کاری که میکنید و نتیجه میبینید، این شما رو باز دوچند هوسمند میگرداند. بله برای که اکثرا معلمانی هستند که این حال این بلاک های خود را کشیدند، آموزگار شدن آنلاین، اونها میگویند که ما شما رو دیده سر کردیم، یعنی ما شما رو دیدیم که شما توانستید کردید، ما سر کردیم. یعنی نه تنها شاگرد یک کسی که زبان را آموخت، یک کلمه آموخت، بلکه دیگر معلم ها جرأت کردند که بر آمده در اینترنت در نزدیک کامera صحبت کنند و درس آموزند. و این حال زیاده از 20 نفر معلمی هست که با زبان تاجیکی ساده کرده گپ میزنند برای مردم. یعنی این هم گویم یک انگیزه میشود، یعنی یک موتیواسیون میشود برای ما. شما در بالا میسیه گفتید، یعنی رسالت. شما حالا گفته میتوانید که رسالت خود را انجام دادید؟ نه حالا نه. اگر گویم که رسالت انجام یافت، ممکن که همه کار تمام شود، من گویم روم به استراحت. خب این راه شما رو تا کدام ایستگاه میبرد؟ یعنی با این راه کجا میروید؟ با این راه گویم چقدر گویم کوشش میکنم که هرچی بسیارتر از دست ما مواد شود، کتاب شود، دیگر برنامه ها شود که تا همون آخرین فردی که از ده هم تماما زبان روسی رو نمیدوند، انگلیسی رو نمیدوند، یک موادی داشته باشد که اقلا خودش خودآموزی کند، قدم های اولین را گذارد تا یک هزینه رود. مقصد همین است. خرود با زبان انگلیسی چی میشه؟ خرود میشه. No really I don't know. خرود ترجمه نمیشه، ترجمه ندارد، به نهایت بحث میشوند در این کلمه ها. این یک چیزهای ملی هستند. چلپک این کلمه رو شنیدم در بوجاموز هست خودم، لیکن از یاد نمیدونم. یعنی چلپکی که ما داریم این نیست، اما یک با همین گونه یعنی خمیری که به همین پسند هست. چی شما رو دلگرم میکند و چی شما رو بیشتر رو افتاده میکند؟ دلگرم میکند انا همون نتیجه های شاگردام، چگونه که گفتم شاگردی داریم در کلاب میخوند، دیگرایی که مثال در اروپا کار میکنن میگن که کیسادی ما کتابی شما رو گرفتیم، ما برنامه شما رو گرفتیم، ما کورس شما رو گرفتیم، این حال ما شما بلند شد، این حال یک کاری نو یافتیم، یک کاری خوب یافتیم. این است میگم نتیجه های شاگردان که مثال دلگرم میکنن. مقصد همین بود که یک از زبان را آموزد و زندگیش بهتر شود. و چی خسته میکند انا همون مردمی که تا حال شروع نکردند، تا حال همین چیز رو جدی نگرفتند و میروند به دیگر جا عذاب میکشند و بعداً با ما مراجعت میکنند. یعنی تا زمانی رفتن ما رو میدونند، تا زمانی رفتن میدونند که باید زبان آموزند، لیکن نمیآموزند، میروند عذاب میکشند، یک با قول گیم با لهجه شتش میخورند، بعد مجبور میشوند هم کار، بعد هم تحصیل، بعد شب و خواب نمیکنن، بعد زبان میآموزند. اگر با زبان خودتون بگویم همچون دکتری زبان انگلیسی، وقتی که بیمار میشوی مراجعه نمیکنی، وقتی که از پای میافتند بعد مراجعه در اونجا دیگر کار نرود نمیشود، برای که کار است کار نرود از کار پیش میکنن، میرن تو بگاه کار میکنن، بعد بگاه میاد. این شما رو افتاده میکند واقعا؟ رو افتاده فقط با چیزی که انا همون امکانیت هایی که داشتن همون را از دست دادن. نه اینه که خود شما رو افتاده میشوید، مثلا میگوید که بس تمام من دیگر نمیکنم. در روسی ندارم که گفته باشم من تمام بس میکنم. با زبان روسی گویم اگر یک پاوزه گرفته بودیم از سوی دیگر کارهایی که مثلا کارهای مهمتری برآمده بودن، یک مدتی گویم قطع کردیم، پوست کردن، لیکن دوام یک ماه هم کمتر بود. لیکن تو حال فکری که تماما بس کردم نشون است. تاثیرگذارترین شخص در زندگی شما کی بود که شما را همیشه راهنمایی کرد و تا امروز از او موتیواسیون یا اینکه انگیزه میگیره کی است؟ اگر از گویم استادان شخصان موفق گیریم، اینها بسیارتر امریکایی ها هستند، لیکن شخصی که گویم همه وقت گویم دستگیری میکنه در پیشروی میکنه مادرم است. مادرم میگه که مقصد با پیش. در یکی از مصاحبه هاتون هم گفتید که با آموزش زبان انگلیسی مادرتون سبب شده است. بله. مادر شما آموزگار زبان انگلیسی بودن؟ نه، مادر من خونشین است و
همونم گویم اون تشویق از کجا پیدا شد؟ اون تشویق با فکرم در اون نوارم گفته بودم یکی از برآمدهای سابق پرزیدنتی روسیه یلتسین رو بوریس یلتسین اگر خطا نکنم بوریس یلتسین تماشا کردم که در سن 50 و چند سالگی آموزش زبان انگلیسی رو شروع کرد و در همون وقت من صنف یا 3 یا 2 بودم. گفتن که سعدی مثلا همین شخص پرزیدنت است، پرزیدنت یک دولت ابرقدرت جهان و در سن 50 و چند سالگی آموزش این زبان رو شروع کرده است. یعنی باید فهمی که این چیزی به نهایت مهم است. این چیزی به نهایت مهم است، برای همین باید شروع کنید. برای مادر چی میگوی؟ برای مادر، برای پدر تشکر میگم، منتوری میگم، رحمت برای اون که راهنمایی کردن، تا حال راهنمایی میکنند و پدرم گویم یک به نهایت یک سخن خوب دارند. دوی میگفتن که وقتی که درس تئوری میکردم یا که از درس میآمدم میگفتن که بچم یک کاری کن که با بیل نه با روچکا نخوری. یعنی مثلا در یک کابینتی سالخین خوب نشسته با کرته تازه مثلا نونات از همونجا باشد، یعنی بیل نزنی، مردی کاری نکنی، در دیگر جو کار نکنی. یعنی اون عذابی که ما کشیدیم تو بله یک کاری کن که با بیل نه و با نوک قلم نخوری. چه جمله انگیزشی میگوید برای زبان آموزها، برای تمام مخلصان گویم، من نمیدونم تمام اودیتور خودتان؟ همین مهمیتی زبان را دل خود چیزی که برای شما مهم است، اگر شما در درجه یکم نمونه شما موفق نمیشوید. چون اینکه نمون مردی کار میبخشد شخصانی که در خارج کار میکنند و این حال مهمیت زبان را مختنش رو میدونند و شبا خواب نمیکنند زبان میآموزند، یعنی این چیز رو در جای اول موندند. شما اگر این گونه نکنید موفق نمیشید. برای همین هر چیزی که برای شما مهم است یکم بونید و دیگر خفا نگاه نکنید و فقط به پیش. اکای سعدی بود سوالی که من از شما نپرسیدم شما منتظرش بوده؟ نه. بود سخنی که میگفته دو نگفته؟ نه. اما سوال ها از من سوال داره؟ فقط تشکری منتداری برای این امکانیت خوب، برای این یک صحبت جالب. بودن سوالایی که من میخواستم جواب بدم پراتر مقصد در ویدیوهای خود نگفته بودم در اینجا گفتم. فقط تشکر. برای خیرات چی میگی؟ برای خیرات میگم کار خود را دوام دهید، زیرا به نهایت کار خوب رو کرده ایستادید. ما اگر در عموم گویم یک میشه یک داریم، رسالت یک داریم. شما هم موادهای بهترین را ترجمه میکنید به زبان تاجیکی، من هم کوشش میکنم هرچی مواد تاجیکی بسیارتر شد برای آموزش زبان انگلیسی. گویم یک رسالت داریم، فقط دوام دهید و ما هم دستگیری شما ایم و ما هم از پشت شما دوام داده رفتن میگیریم. دوستان به نهایت عزیز، دوستداران کانال مرکز خیرات، صحبت داشتیم با یک نفر آموزگار، بلاگر، معلم زبان انگلیسی طاهرزاده سعدی. یعنی با بهترین آموزگار ما یک صحبت داشتیم. من چرا بهترین میگویم؟ با خیرات باشه تا با بهترین ها باشه. خیر.